به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با پادکستی جذاب و زیبا و شیرین شروع میکنیم. یاسمین مقبلی دختر فضانورد ایرانی کیست و چه میکند؟ لطفاً با من همراه باشید که در این پادکست از زندگی خانم مقبلی از ابتدا تا اکنون برای شما توضیح بدم. ممنونم که من رو حمایت میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. لطفاً با من همراه باشید تا کشفیات جدیدی رو در مورد خانم مقبلی انجام بدیم. یاسمین مقبلی زاده 24 ژوئن 1983 در باد نوآهایم آلمان غربی هستش. خلبان آزمایش سپاه تفنگداران دریایی ایالات متحده امریکا و فضانورد امریکایی ناساست. او دانش آموخته مؤسسه فناوری ماساچوست MIT، مدرسه عالی نیروی دریایی ایالات متحده امریکا و مدرسه خلبانی آزمایش نیروی دریایی ایالات متحده امریکاست. مقبلی سابقه بیش از 2000 ساعت پرواز با 25 نوع هواپیمای مختلف و 150 مأموریت از جمله چند سورتی پروازی در افغانستان را دارد. درجه سرهنگ دوم سپاه تفنگداران دریایی ایالات متحده. تاریخ گزینش 2017 گروه 22 فضانوردان ناسا هستش. ایشون کارشناسیشون رو در مؤسسه فناوری ماساچوست MIT گذروندن و کارشناسی ارشدشون رو در مدرسه عالی نیروهای دریایی ایالات متحده. مأموریت هاشون هم SpaceX 7 که اعزامشون 6970 بوده و نشان مأموریتشون هم 3 نوع نشان مأموریت متفاوت دارن. اما اوایل زندگی و تحصیل خانم مقبلی. یاسمین مقبلی فرزند فرشته و کامی مقبلی در 24 ژوئن 1983 سوم تیر ماه 1362 در باد نوآهایم در آلمان غربی زاده شد. والدین او پس از انقلاب 1357 از ایران مهاجرت کردند و پس از مدتی سکونت در آلمان در شهر بالدوین ایالات نیویورک ساکن شدند. مقبلی در دبیرستان بادوین یا بالدوین تحصیل کرد و در دوران دانش آموزی در دوره آکادمی پیشرفته فضایی در کمپ فضایی هانسویل آلاباما نیز شرکت کرد. مقبلی کارشناسی مهندسی هوافضای خود را از مؤسسه فناوری ماساچوست MIT گرفت و مدتی نیز عضو تیم بسکتبال، والیبال و لاکراس این دانشگاه بود. یاسمین به زبانهای فارسی و انگلیسی و همچنین روسی که در هنگام آموزش‌های فضانوردی آموخته سخن می‌گوید. مقبلی به عنوان افسر سپاه تفنگداران دریایی ایالات متحده امریکا و خلبان بالگرد بل EH-1 سوپر کبرا مسلح به توپ‌های چند موشکی و موشک‌های EGM 114 هلفایر آموزش دید. او چندین بار به منطقه‌های جنگی اعزام شد. او در این دوره 150 مأموریت رزمی از جمله چند سورتی در افغانستان را به انجام رساند. او مدرک کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا را از مدرسه عالی نیروی دریایی ایالات متحده امریکا دریافت کرد. او همچنین دوره آموزشی خلبانی را در پایگاه هوایی سپاه تفنگداران دریایی یوما گذرانده است. مقبلی از سال 2008 خلبانی هواگردهای جنگنده را شروع کرد.
او بیش از 2000 ساعت پرواز با 25 نوع هواپیمای مختلف را در سابقه خود دارد. مقبلی طی دوران خدمت خود در نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا بین سالهای 2009 تا 2010 در عملیات‌های نظامی امریکا در افغانستان شرکت داشته است. در افغانستان به او نام مستعار جاز به انگلیسی JAWS به خاطر خلبانی بالگردی به این نام داده شد. او در افغانستان در عملیات‌های پشتیبانی هوایی نزدیک از کمپ شورابک در ولایت هلمند با اسکادران 367 حمله سبک بالگردی سپاه تفنگداران دریایی پرواز می‌کرد. او دوره خلبانی در افغانستان را تنها باری خوانده که عزمش برای فضانورد شدن متزلزل شده و گفته مطمئن نیست اگر در آن زمان فرصتی برای ترک آنجا و فضانورد شدن پیدا می‌کرده آن را می‌پذیرفته، چرا که عاشق کارش در آن برهه زمانی بوده است. فعالیت در ناسا. در ژوئن 2017 مقبلی یکی از 12 نفری بود که به عنوان عضو گروه 22 فضانوردان ناسا ملقب به لاک‌پشت‌ها انتخاب شد و دوره آموزشی 2 ساله خود را آغاز کرد. مقبلی به همراه 4 زن و 7 مرد دیگر از میان 18,000 فرد داوطلب برای شرکت در این دوره برگزیده شد. در دسامبر 2020 ناسا اعلام کرد که مقبلی یکی از فضانوردانی خواهد بود که نامزد حضور در برنامه فضایی آرتیمس ناسا هستند و در صورت قبولی در آینده به ماه و احتمالاً مریخ فرستاده می شود. همچنین اگر او از بین 9 زن نامزد سفر به ماه انتخاب شود، نخستین زنی خواهد بود که به ماه می رود. همچنین ناسا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مقبلی به طور رسمی به عنوان فرمانده 7مین مأموریت اعزام سرنشیندار فضاپیمای اسپیس اکس به ایستگاه فضایی بین‌المللی انتخاب شده و آندریاس مورگنسن فضانورد دانمارکی خلبانی این عملیات را بر عهده خواهد داشت. این مأموریت در سال 2023 از مرکز فضایی کندی در فلوریدا انجام شد. این اولین پرواز فضایی مقبلی بود. یاسمین مقبلی در 26 اوت 2023 همراه با 3 فضانورد دیگر از 3 کشور مختلف در مأموریت ناسا به عنوان فرمانده خدمه با راکت فالکون شرکت اسپیس اکس راهی ایستگاه فضایی بین‌المللی شد. او نخستین فضانورد ایرانی تبار است که به صورت حرفه‌ای به فضا رفته است. پیش از این انوشه انصاری سرمایه‌دار ایرانی امریکایی با هزینه شخصی و به عنوان گردشگر به فضا رفت. یاسمین مقبلی در روز 12 فوریه 2024 با انتشار تصویری از خود و همکارانش در شبکه اجتماعی اینستاگرام از صرف قرمه سبزی در ایستگاه بین‌المللی در مدار زمین خبر داد. او در توضیح عکسی که در آن به همراه همکارانش مشغول صرف قرمه سبزی بودند نوشت: از اینکه بخشی از فرهنگم و خوراک ایران را با همکارانم سهیم شدم لذت بردم. به نظر می رسد آنها هم لذت بردند. صرف قرمه سبزی در ایستگاه فضایی بین‌المللی بازتاب ویژه‌ای را در رسانه‌های شناخته شده جهان به خود اختصاص داد. یاسمین مقبلی ازدواج کرده و 2 دختر دوقلو دارد که در وبستر تگزاس زندگی می‌کنند. والدین او در دری بیچ فلوریدا و کاوه برادر بزرگترش نیز در پیترزبورگ پنسیلوانیا سکونت دارند. مقبلی گفته اعتراضات و تظاهرات‌های 1401 در ایران برای آزادی برای او الهام بخش بوده است. یاسمین مقبلی 4 نشان هوایی، 1 نشان لوح تقدیر نیروی دریایی و تفنگداران دریایی و 3 نشان دستاورد نیروی دریایی و تفنگداران دریایی دریافت کرده است.
او همچنین جایزه مدرسه خلبانی آزمایشی نیروی دریایی ایالات متحده امریکا کلاس 144 مرحله دوم توسعه برجسته و جایزه دانشجوی برجسته فرمانده ویلی مک‌کور را به عنوان فارغ التحصیل افتخاری کلاس 144 دریافت کرده است. پیام یاسمین مقبلی برای زنان و دختران: به رویای خود ایمان داشته باشید و برای رسیدن به آنها تلاش کنید. چیز غیرممکنی نیست. یاسمین مقبلی چند سال قبل در مصاحبه با BBC فارسی گفته بود: هنوز بچه بودم که به امریکا آمدیم. در نیویورک بزرگ شدم. تنوع فرهنگی زیادی داشت و آدم‌های مختلفی از فرهنگ‌های متفاوت اطرافمان بودند. هم تجربه‌های فرهنگی متفاوتمان را با هم در میان می‌گذاشتیم. یاسمین در این مصاحبه از مادرش گفته بود: مثلا مادرم به مدرسه‌ام می‌آمد و درباره عید نوروز و سفره هفت‌سین برای همکلاسی‌هایم توضیح می‌داد. تبار ایرانی یاسمین مقبلی جایگاه مهمی برایش دارد. هرچند اون تاکنون به ایران نرفته، نوروز را جشن می‌گیرد، فارسی صحبت می‌کند و خود را ایرانی می‌داند. چند سال پیش در واکنش به یک مطلب نجات پرستانه، یاسمین مقبلی در فیسبوک خود مطالبی گفت: چرا متولد ایران بودن یک نفر برایتان مهم است؟ چون بلافاصله ایران به یک موضوع خاص وصل می شود؟ مثلا تروریست بودن؟ نه خیر، اینطور نیست. پدر و مادر و بیشتر دیگر نزدیکانم متولد ایران هستند. هیچ کدامشان هم تروریست نیستند. او در عین حال امریکا را هم برای فرصت‌هایی که به شهروندانش می‌دهد ستایش می‌کند. او به نیویورکر درباره امریکا گفته: بله، این کشور ایرادهایی هم دارد و می‌توان چیزهایی را در آن بهبود بخشید. باید حتما برای بهتر شدنش کار کنیم، اما در نهایت ما فرصت‌های فوق‌العاده‌ای داریم. این واقعیت که من به عنوان یک زن و یک ایرانی میتوانم به تفنگداران دریایی بپیوندم و بعد هم فضانورد شوم فوق‌العاده است. یاسمین مقبلی گفته تبار ایرانیش تاثیر منفی بر حرفه‌اش نگذاشته است. او با اشاره به همکاری‌های فضایی امریکا و روسیه به خبرگزاری فرانسه گفته بود: یکی از دلایل علاقه من به کاوش فضا با حضور انسان این است که عموماً درباره این مسئله توافقی و همبستگی داریم. فکر می‌کنم این حوزه‌ای است که دیپلماسی را در آن به شکلی می‌بینیم که در حوزه‌های دیگر نمی‌بینیم. سوالات متداول درباره یاسمین مقبلی. یاسمین مقبلی یک خلبان آزمایشی ایرانی تبار امریکایی فضایی ناسا و اولین زن ایرانی تبار است که به صورت حرفه‌ای به فضا رفته است. یاسمین مقبلی چه افتخاراتی کسب کرده است؟ از جمله فارغ التحصیل مؤسسه فناوری ماساچوست MIT، فارغ التحصیل مدرسه عالی نیروی دریایی ایالات متحده امریکا، فارغ التحصیل مدرسه خلبانی آزمایش نیروی دریایی ایالات متحده و بیش از 2000 ساعت پرواز با 25 نوع هواپیمای مختلف انتخاب به عنوان فرمانده خدمه هفتمین مأموریت اعزام سرنشیندار فضایی SpaceX به ایستگاه فضایی بین‌المللی، دریافت نشان لیاقت با خوشه بلوط، دریافت نشان هوایی، دریافت مدال نیروی دریایی و دریافت مدال طرح. یاسمین مقبلی در تاریخ 20 آوریل 2023 به همراه 3 فضانورد دیگر ایستگاه فضایی بین‌المللی راهی فضا شد و پس از 190 روز حضور در فضا در تاریخ 13 اکتبر 2023 به زمین بازگشت. یاسمین مقبلی در سال 2005 با مدرک لیسانس مهندسی هوافضا از مؤسسه فناوری MIT فارغ التحصیل شد. یاسمین مقبلی الهام بخش برای زنان و دختران در سراسر جهان است. او نشان داده است که با تلاش و پشتکار میتوان به بزرگترین آرزوها دست پیدا کرد. او به عنوان یک زن ایرانی تبار الهام بخش است که با تلاش و پشتکار خود به بالاترین سطح در ناسا دست یافته است و اولین زن ایرانی تبار است که به صورت حرفه‌ای به فضا سفر کرده
و الگویی برای زنان و دختران در سراسر جهان است. موفقیت‌های یاسمین نشان می‌دهد که هیچ محدودیتی برای زنان وجود ندارد و آنها می‌توانند در هر زمینه‌ای که می‌خواهند به موفقیت برسند. او به ما نشان می‌دهد که با اراده و پشتکار می‌توانیم به بزرگترین آرزوهای خودمان دست پیدا می‌کنیم و برای او در ادامه راه آرزوی موفقیت داریم. خب فکر میکنم که همینقدر کافی باشه در مورد بیوگرافی زندگی خانم یاسمین مقبلی و امیدوارم که خوشتون اومده باشه و به بچه‌های خودتون هم یاد داده باشید که پیگیر راه این زنان بزرگ باشن. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.